مبارک انشالله به سلامتی، انشالله به پایم پیر بشن، انشالله همیشه شادی باشه. مجید جان، مجید ساختمون به هوای کی گذاشتی؟ من رفتم سر ساختمون 2 تا بونیک سیمانی کمه. اینجاست اوستا. آوردی اینجا چیکار کنی؟ نگران نباش اوستا، دست سعیده. دست سعید کجاست؟ مجید جون مادرت مواظب اون بلوکا باش، اینا رو سابکار پول داده فردا دهن هممون رو سرویس میکنه. داداش چرا اون یکی رو میذاری روش؟ ببین اونا رو ولش کن، 3 تا داربست اونا رو آوردم اینجا، قصه نخور. اونا رو آوردی اینجا چیکار؟ بچه‌ها باش میرقصن دیگه. ببین اونا رو همینجوری بهش بچسبی، من خودم میام ازتون تحویل میگیرم. ریدم بدون فردا همتون اخراجی.